این دوتایی که تو میبینی از اون 23 تا فقط یه دونه ما کروموزوم جنسی داریم، فقط یه دونه ما کروموزوم جنسی داریم. یعنی ما 23 تا کروموزوم اسپرم یک مرد 23 تا میفرسته، تخمک یک خانم 23 تا کروموزوم میفرسته. 22 تاش اتوزومن یا غیر جنسی ان، 22 تاش، یعنی تا اینجا میبینی، تا اینجا همش غیر جنسی ان یا اتوزومن، فقط اینه که جنسیه. حالا خانوما همیشه X میفرستن چون خانوما X هن از نظر ژنتیکی، اما آقایون چون XY هن یا ممکنه X شون رو بفرستن، چون یه دونه بیشتر کروموزوم جنسی که نداریم، درست میگم؟ ما یه دونه کروموزوم جنسی بیشتر نداریم، 23 تا مگه نمیفرسته؟ 22 تاش اتوزوم، یکیش جنسی دیگه، یا X شو میفرسته یا Y شو. اگه X رو بفرسته خانم به دنیا میاد، جنین تبدیل به دختر میشه. اگه Y رو بفرسته تبدیل به پسر میشه. این از این. توی این 23 تا کروموزوم یکی از مادر به ما میرسه. این دوتایی که تو میبینی از اون 23 تا فقط یه دونه ما کروموزوم جنسی داریم، فقط یه دونه ما کروموزوم جنسی داریم. یعنی ما 23 تا کروموزوم اسپرم یک مرد 23 تا میفرسته، تخمک یک خانم 23 تا کروموزوم میفرسته، 22 تاش اتوزومن یا غیر جنسی ان، 22 تاش، یعنی تا اینجا میبینی، تا اینجا همش غیر جنسی ان یا اتوزومن، فقط اینه که جنسیه. حالا خانوما همیشه X میفرستن چون خانوما X هن از نظر ژنتیکی، اما آقایون چون XY هن یا ممکنه X شون رو بفرستن، چون یه دونه بیشتر کروموزوم جنسی که نداریم، درست میگم؟ ما یه دونه کروموزوم جنسی بیشتر نداریم، 23 تا مگه نمیفرسته؟ 22 تاش اتوزوم، یکیش جنسی دیگه، یا X شو میفرسته یا Y شو. اگه X رو بفرسته خانم به دنیا میاد، جنین تبدیل به دختر میشه. اگه Y رو بفرسته تبدیل به پسر میشه. این از این. توی این 23 تا کروموزوم